در اوج نبرد آردن، ارتش سوم ایالات متحده به فرماندهی ژنرال پاتون در حال پیشروی بود و تلاش می‌کرد تا نیروهای آمریکایی که در شهر باستون محاصره شده بودند رو آزاد کنه. آلمانی‌ها یک حمله به شهر شومور که نزدیک به شهر باستون بود رو برنامه‌ریزی کردند. شومور برای آلمانی‌ها در غرب باستون اهمیت حیاتی داشت، چون جدایی اطراف شومور و آمبر از نظر راهبردی برای آلمانی‌ها اهمیت زیادی داشت. دلیل این موضوع هم حفظ مسیرهای تأمین نیرو و تجهیزات در منطقه غرب باستون بود. این روستا توسط واحدهای از لشکر پنجم پاشیمیاگر یعنی چتربازان آلمانی دفاع می‌شد. اما نیروهای آمریکایی که در حال پیشروی بودند از این موضوع اطلاعی نداشتند که آلمانی‌ها هم در حال آماده‌سازی یک حمله در منطقه شومور هستند. اونا قرار بود با پشتیبانی بزرگترین تانک‌های مورد استفاده در جنگ جهانی دوم یعنی تانک‌های یاک تایگر به معنی شکارچی ببر حمله کنند. این اولین بار بود که این تانک‌ها و نابودگرهای از این جثه با وزن 71 تن وارد میدون نبرد می‌شدند. این تانک‌ها به یک توپ اصلی 128 میلیمتری مجهز بودند که قادر بود هر تانک و نفربر از متفقین رو از فاصله خیلی دور نابود کنه. آلمان در تلاش بود با وارد کردن سلاح‌های فوق سنگین به نبرد برتری زرهی متفقین رو کاهش بده. 4 دستگاه از این غول‌های جنگی در 21 دسامبر در شهر بلانکنهایم درست در پشت خطوط مقدم آلمان تخلیه شدند. این تانک‌ها به واحد شورپانزر 653 تعلق داشتند، یگانی که در ابتدا برای تقویت لشکر پانزرلر در نزدیکی باستون در نظر گرفته شده بود. بین بلانکنهایم تا باستون تقریباً 2 روز فاصله وجود داشت. مطابق دستورات 4 دستگاه تانک یاک تایگر برای تقویت لشکر پانزرلر از منطقه اونپلی عبور کردند. حدود 2 ساعت قبل از اینکه نیروهای آمریکایی حمله خودشون را آغاز کنند، فرمانده محلی آلمان ژنرال مایر هینزکوکوت مات و مبهوت در حال تماشای این 4 تانک غول‌پیکر بود که وارد منطقه شدند. اون و افسراش هرگز قبل از این همچین وسیله‌ای را از نزدیک ندیده بودند. فرمانده مایر هینز یگان را به سمت شومور فرستاد. به تانک‌های یاک تایگر دستور داده شد تا لشکر پنجم پاشیمیاگر رو در مناطق ریمی، شامپین و شومور حمایت کنند. این تانک‌های سنگین بلافاصله این مسیر کوتاه رو طی کردند و در موقعیت‌های کمی میون درخت‌های متراکم در ارتفاعات شمال شرقی شومور مستقر شدند. این تانک‌ها روبروی زمین‌های باز در جنوب شهر قرار گرفتند. حمله آلمانی‌ها شامل ترکیبی از تانک‌های اشتوک به همراه پیاده نظام و مهندسان رزمی که در نبردهای شهری و تخریب موانع تخصص داشتند انجام می‌شد. نیروهای آلمانی قرار بود از ارتفاعات جنگلی به سمت شهر شومور یورش ببرند. توپخانه، خمپاره‌ها و توپ‌های 128 میلیمتری یاک تایگر با شلیک‌های سنگین از نیروهای آلمانی پشتیبانی می‌کردند. اما وقتی که نیروهای آمریکایی وارد میدان نبرد شدند، نبرد شدید و بی‌رحمانه‌ای آغاز شد. یک گروهان از تانک‌های شرمن از گردان 8 زرهی نیروهای آمریکایی فرماندهی یک حمله مستقیم به شومور رو بر عهده داشت. در حالی که گروهان بی از همین گردان به تنهایی پیشروی می‌کرد، با حمایت نیروهای پیاده نظام تونستن از منطقه شومور عبور کنند تا اینکه تانک‌های شرمن با گلوله‌های مستقیم تانک‌های آلمانی روبرو شدند. بین نیروهای آلمان و آمریکا نبرد سختی شکل گرفت. تانک‌های یاک تایگر که در موقعیت عالی مستقر شده بودند، بدون هیچ مقاومتی تانک‌های شرمن رو پشت سر هم هدف قرار دادند. توپ‌های بزرگ اونها دست کم 11 تانک شرمن رو نابود کرد، بدون اینکه حتی یک تانک یاک تایگر از بین بره. تانک‌های باقی مونده آمریکایی از منطقه عقب نشینی کردند تا از مورد شلیک گلوله‌های دشمن خارج بشن، هرچند که خیلی از این تانک‌ها به شدت آسیب دیده بودند. در یک درگیری کوتاه 4 تانک یاک تایگر تونستن پیشروی اصلی نیروهای ژنرال پاتون رو کاملا متوقف کنند. این پیروزی آلمانی‌ها تأخیر جدی در عملیات آزادسازی شهر باستون توسط نیروهای آمریکایی ایجاد کرد. بعد از چند ماه آمریکایی‌ها تازه متوجه شدند که علت شکستشون در این نبرد وجود تانک‌های پیشرفته و غول‌پیکر یاک تایگر بوده که تا اون زمان کمیاب و کاملا ناشناخته بودند. پس از این پیروزی آلمانی‌ها از فرصت استفاده کردند و با تانک‌های تهاجمی اشتوک 3 که برای پشتیبانی نزدیک و نبردهای شهری طراحی شده بود و همراه نیروهای پیاده نظام برای تصرف کامل شهر شومور پیشروی کردند. شهر شومور در نهایت دوباره به تصرف نیروهای متفقین درآمد. تانک‌های یاک تایگر بعد از پایان نبرد میدان جنگ رو ترک کردند. این تانک‌ها به شهر بلانکنهایم برگشتند و بعدش به منطقه دیگه‌ای منتقل شدند. نبرد شومور نشون داد که تانک‌های یاک تایگر با وجود مشکلات فنی متعدد مثل مصرف سوخت بالا و وزن زیاد، تانک‌های دفاعی فوق‌العاده‌ای بودند.
یگانهای کوچک آلمانی با داشتن تانک‌های یاختایگر در ادامه جنگ تا زمانی که آلمان تسلیم شد، تونستن با اجرای کمین‌های برنامه‌ریزی شده خسارت‌های سنگینی به یگانهای زرهی آمریکایی وارد کنند. پس از تسلیم آلمان، اکثر این تانک‌ها نابود یا به غنیمت گرفته شدند و تنها 4 دستگاه از این تانک‌ها امروز در موزه‌های مختلف جهان باقی مونده. اگه از محتوای این ویدیو خوشتون اومد، ممنون میشم که ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید.